مستاجری داشته و سند اجارش سال 54 بوده، از سال 47 تا 54 قرارداد تمدید شد به صورت رسمی، بعد به صورت عادی در واقع قرارداد بستن تا یه سالی. حالا این طرف رو میخواید تخلیه‌اش کنی به دلیل اینکه اجاره نداده به شما، باید بری سراغ دفترخونه‌ای که سند رو صادر کرده بهش اخطار کنه و اگر مثلا این مهلت تعیین میکنه، اگر اجاره نمی‌کنه بده، میتونه تقاضای در واقع صدور اجراییه رو و ارسال پرونده رو به اجرای ثبت جهت تخلیه انجام بده. دفترخونه‌ای که ما در واقع برای یکی از پرونده مراجعه کردیم، اولا گفته که وکیل دادگستری نمیتونه، که ما اینو با توجه به رأی وحدت رویه‌ای که داشتیم گفتیم که چنین چیزی نیست، شما مکلفین که وکالتنامه وکیل رو قبول کنید. دفترخونه که مفسر قانون نیست، در اختیار یکی از بانک‌ها بوده. بانک هم در واقع از اون برای ادعای کسب پیشه کرده. شما به خاطر که کسب پیشه‌ش رو زیر سوال ببرید، بگی که آقا حق کسب پیشه ندارید، میتونید به این دلیل که آقا اجاره نداده کلاً کسب پیشه منتفی بشه. حالا دفترخونه مقاومت کرد، بعد گفت که به استناد تبصره ماده 11 قانون جامع حدنگار یا کاداستر مکلف نیستم که به شما خدمات ثبتی ارائه بدم. سند تک‌برگ نیست و دفترچه‌ایه. اولا اسنادی که تنظیم میشه لازم الاجراست، نه تنها محاکم بلکه تمام دوائر مکلفن که اون انجام بدن. این ماده قانونی کاداستر مربوط به نقل و انتقال اسناد بین فروشنده و خریدار، نه اینکه راجع به اسنادی که قبلا اجرا شد و شما الان مکلفی که مفادش رو به اجرا بذارید و اگر طرف مقابل مفاد رو در واقع به اجرا نذاشت میتونید بهش اخطار کنید، پرونده اجرایی تشکیل بدید. این موضوع رفت به دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران، باز همین استناد رو کرد که ما الان جواب دادیم و از سازمان ثبت خواستیم که ورود کنه معاونت امور اسناد، تکلیف رو روشن کنه. دفترخونه که مفسر قانون نیست، دفترخونه ها مجاز نیستن که خدمات ثبتی به اونایی که در واقع سند دفترچه‌ای دارن، مگه اینکه برن سندشون تک‌برگ کنن. این مکلف کرده دفاتر رو. ولی راجع به این که آقا خدمات ثبتی به اون افرادی که سندی تنظیم کردن، قرارداد خصوصیه اون تنظیم شده دیگه. خب اگه طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد شما بهش اخطار باید کنید. حالا ببینیم که سازمان ثبت یا اون دفتر نظارت که ما جواب دادیم که به این دلیل در واقع شما اون تخلف سردفتر اینجا محسوب میشه ابتناع از صدور اخطار و تخلف انتظامی هست، باید رسیدگی کنیم به موضوع.